سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. من استاد امیرحسین غنی‌زاده هستم، مدرس زبان انگلیسی و بنیانگذار سیستم 7 ماهه. قبل از هر چیزی ازت میخوام تا آخر این ویدیو با من همراه باشی که بتونم خودم رو بهت معرفی کنم. قبل از هر چیزی میخوام بهت بگم سیستم 7 ماهه چیه. سیستم 7 ماهه یعنی شما توی 7 ماه از 0 تا 100 انگلیسیتون رو یاد میگیرید که بعد از کامل شدن دورتون در حد فول میتونید انگلیسی صحبت بکنید، در حد فول میتونید فیلم و موسیقی ترجمه کنید، در حد فول میتونید دستخطهای مختلف میتونید بنویسید و بعد از کامل شدن دورتون با افتخار از آکادمی استاد غنی‌زاده مدرک رسمی دریافت میکنید، مدرکی که تو لول استاد بودن و مترجم بودن هستش. خب حالا میخوام بهتون بگم که این سیستم 7 ماه از کجا اومده و چی شد که شد سیستم 7 ماه. تقریبا من خودم برگردیم به چند سال قبل، من خودم تقریبا از خیلی سالهای قبل توی 8 سال به اصطلاح به صورت سنتی توی آموزشگاه من زبان خوندم. زمانی که میخواستم استارت بزنم خودم بخونم 8 سال آموزشگاه زبان خوندم، اما متاسفانه بعد از 8 سال اونقدر زبان یاد نگرفته بودم و واقعا از خودم ناراضی بودم. به اونجا رسید که استاد امین اومد یک دوره اومد به ما معرفی کردش. خب این دوره هزینهش خیلی زیاد بود، خیلی ها نمیتونستن این دوره رو شرکت کنن. این دوره فرقش با کلاسای سنتی به این شکل بودش که شما اول تکنیک یاد میگرفتید. یعنی چی؟ یعنی تکنیکایی که بتونید موسیقی ترجمه کنید، بتونید فیلم ترجمه کنید، بتونید فیلم موسیقی ترجمه کنید، بتونید صحبت بکنید و از این من میومد کل زبان رو به شما آموزش میداد. من تو این دوره شرکت کردم، تقریبا با قدرت میتونم بگم توی کمتر از چند ماه از 0 تا 100 زبان رو یاد گرفتم. یعنی منی که تو 8 سال کلاس زبان میرفتم نتونستم اونقدر یاد بگیرم که بتونم قشنگ صحبت کنم، در صورتی که من خیلی از نمراتم خوب بود، خیلی هم تمرین میکردم. حالا من تونستم با استادم توی اون پروسه از زمان کم تمام گرامر رو یاد بگیرم، تمام کلمات رو یاد بگیرم، به یک لول عالی برسم. تنها چیزی که باعث شد که من بتونم تو اون پروسه از زمان کم زبانم رو فول کنم و نتونستم توی 8 سال زبانم رو کامل اوکیشم فقط تکنیکای استادم بودش. یعنی در واقع من بر اساس اون تکنیکا اومدم زبانم رو از 0 تا 100 توی فقط چند ماه یاد گرفتم. حالا من تقریبا 2000 تا بودش وقتی خودم دورم و وقتی کامل تموم کردم فول شدم به لول استاد بودن رسیدم، تونستم تو اون پروسه از زبانم و حرفه‌ای توی چند ماه از 0 تا 100 فول کنم و بعدش استادم از ایران رفتن و اینکه من استارت زدم به اصطلاح به تدریس کردن زبان. اولش توی یه سری مؤسسات تدریس میکردم، خب در حد معمولی بود. بعد خودم آموزشگاه زدم توی کرج و توی 2 تا شعبه توی تهران زدم. یعنی همزمان من توی 3 تا شعبه داشتم تدریس میکردم. تقریبا توی 3 سال تا 4 سال من این سیستم رو جا انداختم. یه طرف اومدم خودم رو آپدیت کردم، تقریبا 2000 تا تکنیک رو کردم نزدیک به 8000 تا تکنیک. از این ور کلی شاگردهای مختلف داشتم توی لول های مختلف، سطح به اصطلاح سنی های مختلف، استاد، مدرس، به اصطلاح رشته‌های دیگه، دکتر، مهندس، وکیل و هزار تا دیگه. سنای بالا 70 سال، 80 سال، سن پایین. و من این ایده اومد توی ذهنم که من این سیستم رو بلدم، این سیستم 7 ماه رو من دوست دارم این سیستم رو همه استفاده کنن. یعنی من نمیخوام فقط توی یک تعداد خیلی محدود استفاده کنن. من تقریبا تو اون چند سالی که من به صورت مستقیم تدریس کردم توی 3 تا آموزشگاه‌های خودم، تقریبا نزدیک 1000 خورده من شاگرد داشتم و از این 1000 خورده تقریبا 100 خورده تا 200 نفر استاد شدن، مدرس شدن و تو خیلی جاهای دیگه تدریس میکنن و کار میکنن تو خیلی از کمپانی دیگه. اکثرا دیگه حالا یا کشور خارجی، کلا کشور رفتن، تو کشور خارجی به اصطلاح مقیم هستن و غیره. حالا من این ایده زد تو ذهنم که من باید بیام این سیستم رو کاری بکنم که همه دنیا از این سیستم استفاده کنن. من این سیستم رو اومدم اول سیستم اپلیکیشن ساختیم، آکادمی استاد غنی‌زاده. یه نکته، اپلیکیشن آکادمی استاد غنی‌زاده در واقع یک سیستمیه که من میتونم
اولی که اپلیکیشن به صورت بین‌المللی شما تو همه جا میتونید دانلود کنید و یه اپلیکیشن به این شکلی که من تمام درس‌ها رو میتونم تو این سیستم بذارم و بر اساس اون سیستم مدرک رسمی هم بهشون بدم. حالا من در مورد این موضوع جلوتر بهتون میگم، ولی در حال حاضر من سیستم زبانم دارم میذارم. از این ور اومدم باز هم رو اون سیستم باز هم اومدم کار کردم، باز هم اومدم کلی ایده های مختلف دادم که بتونم اینو به صورت آنلاین انجام بدم. من توی 7 ماه کل زبانو از 0 تا 100 آوردم تو این سیستم 7 ماه. من قبلا داشتم سنتی کار میکردم، ولی باز هم اومدم اینو مدرن‌تر کردم. البته این دفعه خیلی حرفه‌ای‌تر، چون کلی تجربه دیگه داشتم. اومدم اینو یک سیستم درست کردم که تقریبا 70 خورده جلسه است. این فیلم، من این دوره رو با بهترین امکانات و بهترین استودیو با بهترین به اصطلاح تکنیکا اومدم من این سیستم رو طراحی کردم که از 0 تا 100 شما انگلیسیتون فول بشه. تمام گرامرها رو گفتم، تمام کلمات موضوعی غیر موضوعی بهتون گفتم، به اصطلاح دستخط‌های مختلف رو من تو این دوره توضیح دادم و تو این دوره من کلی به شما تکنیک گفتم. شما بعد از این دوره شما آنلاین این دوره رو میبینید توی 7 ماه ویدیو به ویدیوست. یعنی این به این شکله که شما باید ویدیو رو ببینید، آزمون بدید، بعد برید جلسه بعدی، بعد دوره جلسه بعدی. کل این دوره رو شما دیدید با افتخار به صورت آنلاین از اپلیکیشن آکادمی استاد غنی‌زاده مدرک دریافت میکنید. حالا من به زودی بهتون میگم، تو همین پیج من به شما میگم که این به اصطلاح دوره رو باید چیکار کنید، از کجا شرکت کنید و چطوری برید جلو. و من برای اینکه بتونم سیستممو از حالت سنتی به مدرن تبدیل کنم، کل این دوره رو من ساختم و من اومدم آپدیتش کردم. تقریبا میتونم بگم من تو این تمرکزی که من رو این به اصطلاح بخش گذاشتم 3 سال طول کشید. 3 سال طول کشید من با اون روشی، با اون تکنیکایی که باز هم تو سیستم 7 ماه تدریس میکردم دوره بیارم تو سیستم به اصطلاح 7 ماه ولی مدرن، ولی به صورت آنلاین. چرا این زمان طول کشید؟ به خاطر اینکه من اومدم یه سری تکنیک ها رو اومدم آپدیت کردم، یه دوره بسازم که برای همه باشه، یعنی تو سنین مختلف، با شخصیت های مختلف، با ذهنیت های مختلف باشه. و من تمرکز گذاشتم، حرفه‌ای ساختم، حرفه‌ای این ایده رو گذاشتم که باید سی حرفه‌ای باید باشه و من تمام تمرکزم و به اصطلاح سرمایه و خیلی و چیز دیگه گذاشتم توی این سیستم که یه چیز خیلی حرفه‌ای در بیاد. الان این سیستم 7 ماهه تقریبا شما توی 7 ماه حرفه‌ای زبانتون قوی میشه و بعد از این کامل شدن دورتون به صورت آنلاین مدرک دریافت میکنید. من برای این سیستم 3 سال زحمت کشیدم و با قدرت میتونم بگم هر کس بیاد توی این سیستم لول به لول قوی تر میره جلو و هر چی بیاد جلوتر تصاعدی رشد میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا چند برابر، یعنی یه دفعه مثلا 10 جلسه گذروندی، یه دفعه میای آقا میبینی مثلا چند سال آموزشگاه شده، دوره 10 جلسه گذاشتی میبینی 10 برابر قبلی دوره تو پیشرفت کردی. یه دلیلی که این سیستم 7 ماه اینقدر خاصه، یعنی حتی از دوره‌های حضوری من که توی سیستم 7 ماه هم تدریس کردم تو مؤسسات خودم هم خاص‌تره. چرا؟ چون دوباره اومدم تکنیک‌ها رو آپدیتش کردم. این سیستم فوق‌العاده. اگر تازه میخوای زبانتو استارت بزنی، اگر قبلا کلاس زبان رفتی یا نرفتی، حالا به هر دلیلی، اما توی 7 ماه یه نکته بهتون بگم، ما کلا 2 رو میتونیم زبان یاد بگیریم، به صورت سنتی، به صورت مدرن. من کاری به صورت سنتی کاری ندارم، حالا هر کس رفته نتیجه گرفته کاری ندارم، من به صورت مدرن دارم میگم. اوکی؟ به صورت مدرن اگر میخوای توی 7 ماه انگلیسی تو فول کنی، نه فقط مکالمه، نه فقط گرامر، نه فقط یه سری کلمات یاد بگیری، نه، در حد فول، در حدی که بتونی فیلم ترجمه کنی، موزیک ترجمه کنی، به اصطلاح بتونی حرفه‌ای بتونی صحبت کنی و بعدش بتونی کار کنی، تدریس کنی، بعدش بتونی به اصطلاح ترجمه کنی. من پیشنهاد میکنم که تو این سیستم حتما شرکت کن. تو این پیج با من همراه باش، بهت میگم از کجا استارت بزنی، بهت میگم چی کار انجام بدی. یادت باشه یادگیری زبان به هر دلیلی که میخوای یاد بگیری، حالا بعضی میخوان زبان یاد بگیرن که مثلا چون
علاقه دارن یا بعضی میخوان زبان یاد بگیرن چون به اصطلاح حالا برای کمپانیشون یا برای هر چی نیاز دارن. ولی من ازت یه چیز میخوام، یادگیری زبان انگلیسی میتونه هم برای خودت مفید باشه، هم بتونی استفاده کنی از زبان. وقتی که یک جمعی رفتی تو بتونی زبانت قوی تر باشه، یه مقدار قوی بهتره. هم اینکه در آینده میتونی ازش کلی استفاده مختلف انجام بدی. تو این ویدیو فقط خواستم خودم رو پرزنت کنم که بگم از کجا اومدم، چی شد و تو این پیج قراره چیکار کنیم. ازت میخوام با من همراه باشی، تمام پستا و ریزایی که براتون میذارم حتما ببینید، محتوایی که براتون میذارم استفاده کنید و استوریو و تکنیکا رو دونه به دونه استفاده کنید. به زودی بهتون میگم که از کجا چطوری شروع کنید. این سیستم 7 ماه فوق العاده است. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.